дуруд бинандагони азиз, ахбори озодӣ бо хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Имрӯз 4 октябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. раиси собиқи Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва муаллифи китобномаи Эмомалии Раҳмон дар адабиёти бадеиро ба тасарруфи пули буҷет муттаҳам карданд. раиси зиндонҳои Тоҷикистон хабари бо зарби кард захмӣ шудани Раҳматуллоҳи Раҷаб, узви ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи назати исломиро дур аз воқеият хонд. ва қиссаи даҳо муҳоҷироне ки бо умеди беҳбуди зиндагӣ ба Русия рафтаву ба бомж табдил ёфтанд. ما گاهو با آنها صحبت میکنیم. برایمان زندگیشون را قصه میکنند. هر قدری از دستمون میآید به آنها کمک میرسانیم. شریف کوملزوده مدیر پشینی پژوهشگاهی وزارت فرهنگ و رئیسی собиқи کتابخانه ملی تاجیکستان را به تصرف پولی بودجت متهم کردند. آژانسی ضد فساد امروز گفت کوملزوده در 2 سال گذشته در منصب مدیر پژوهشگاه همراه با محاسب محمد بابوجانов با ساختکاری حجت‌ها بیش از 370,000 سومانی را از خود کردند. نسبت به گمانبران برای ازانی خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی باز شده است. یک همصحبت رادیو آزادی در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت محاسب محمد بابوجانov تقریبا 1 سال پیش وفتیده شریف کوملزوده به نفقه برآمده است. عین زمان یک منبع دیگری آگاه گفت فعلا کوملزوده همچون معاون رئیس پژوهشگاه کار میکند. کوملزوده 63 ساله سال 2016 کتابنامه امامعلی رحمان در ادبیات بدیعی را چاپ کرده بود. کوشش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر کوملزوده به این اتهامات فعلا نتیجه نداده است. مسئولان رايосати اجرای جزای وزارت عدلیه خبری بو ضربی کرد زخمی شدن رحمتالله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را رد کردند. این در حالی است که روز 2 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی گفته شد در زندان به رحمتالله رجب تلاش حمله با کرد صورت گرفته است. خبر ناگهانی اهل خاندان رحمتالله رجب را به اضطراب آورد و آنها صبح 4 اکتبر برای عیادت یا به محبس رفتند ولی توانستند تنها تلفنی با او تماس بگیرند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خب مقامات به این حادثه چی میگویند و آیا پیوندان رحمتالله رجب توانستند از حال او آگاه شوند؟ شهلا ما برای روشن کردن همین قضیه به منصور عمرov سرداری ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعت کردیم و همین روز یعنی 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت این آوازها یگان اساس ندارند و چنین حادثه نیز به عمل نآمده است. مرحمت پیوندانش می توانند روند و در زندان از حالش باخبر شوند و مطمئن شوند، گفت منصور عمرov. واقعا به پیوندان رحمتالله رجب امکان داده شده است که با او تماس گیرند، هرچند یعنی حضوری نتوانستند با چشمان خود او را ببینند بلکه در داخل محبس تلفنی صحبت کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند و در تلفن خیلی با احتیاط صحبت میکرد و گفت که هیچ حمله به او صورت نگرفته است و سلامت است، فقط اینکه خیلی با احتیاط حرف میزد و مثل اینکه کسی بالای سرش بود. به هر حال خاطرمون جمع نیست، نمیدونیم چی گپ است، گفتم پیوندان رحمتالله رجب در صحبت با ما و آنها میگویند با چشمانش او را ندیدند. سبب اضطراب نزدیکان رحمتالله رجب همچنین آن بود است که هفته گذشته در همین زندان روزنامه‌نگار و عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده در قسم طبی محبس هدف حمله یک محبوس دیگر قرار گرفت. در واقع آیا معلوم شد محبوس حمله‌گر به حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده کی بوده و نسبت او برای این عملش چاره دیده شده است یا نه؟ یک مسئول زندان شهر وحدت 30 سپتامبر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که محبوس اصل‌الدین ترسونوف را برای حمله به حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده 10 روز به حجره جریمه‌وی انداختند. وی گفت که حادثه هفته گذشته روی داده بود. سیف‌الله‌زاده برای زخمی سر طبابت میگیرد و حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده که ماه‌ها باز از بیماری دل رنج میکشید و ماه ایون امسال جراحی شده بود، در قسم طبی محبس بستری بود. فراغت سنگین و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفته است ولی به قسم طبی زندان راه نیافته است، با او فقط تلفنی صحبت کرده است. 1 هفته شد که درکش نبود. میگوید همسرش روزی گذشته دکتر محبس زنگ زد و داروهایی را فرمایش داد که برای طبابت زخم یا جای بریده ضرور است.
و با شوهرش تلفنی صحبت کرد و در تشویش افید است که ساعت 2 شب یک محبوس در آمده به سرش با چاینک وزنین زده است و میگوید که تا حاضر روشن نیست که چگونه ساعت 2 شب اون واردی قسم طبی محبوس شده است. نماینده سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه همچنان این خبر را تصحیح یا رد نکرد. تشکر برای صحبت فراگیر. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. دهم مهاجر کاری از قرقیزستان که با امید زندگی بهتر به روسیه رفتند مجبورند شب را در ایستگاه‌های روی آهن مسکو روز کنند. بعضی آنها سال‌هاست که به چنین احوال گرفتارند و به کمک سفارت قرقیزستان امید نمی‌بندند. همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریم قصه های زندگی این مهاجران را شنیدند. گزارش را کیومرسی عطا تقدیم می‌کند. ایلیم یکی از باشندگان دائمی وکزل یاروسلاو می باشد. به جز او در میدان معروف 3 وکزل مسکو ده‌ها افراد بسرپناه زندگی می کنند. بعضی از آنها به مثل ایلیم از قرقیزستان آمدند. من میدانم که آنها در کجایند، در آنجا یا در اینجا. در مجموع من همه جای‌هایی را که قرقیزها هستند میدانم. ایلیم میگوید هیچ یکی از شناسای او چنین زندگی را برای خود آرزو نکردند. همه آنها برای بهتر کردن زندگیشان آمده بودند. خود ایلیم زمان در قرقیزستان به حیث راننده کار میکرد، اما بعد تصمیم گرفت که برای کار به مسکو رود. قرقیزها در داخل وکزل قزان زیادند. تعداد قرقیزها در وکزل پاولیتسک نیز کم نیست. من همه آن جایهایی که خوراک میدهند میدانم. ایلیم ما را به جایی میبرد که برای افراد بی خانمان خوراکی بی پول میدهند. در بین ازدحام پیدا کردن قرقیزها دشوار نیست. مرد میگوید 1 سال میشود که حجت ندارد، ولی به هیچ نهاد نیز برای کمک مراجعت نکرده است، زیرا باور دارد که بیفایده است. مردی که نخواست نامش را بگوید با دل نخواهم گفت که 52 سال است و در مسکو هر کاری که پیش آمد اجرا میکند. لباس تنش تازه و آزاده است، ولی جای خواب دائمی ندارد. وقتی پولش برای خوابگاه نرسد، شبش را در وکزل روز میکند. برای دریافت حجت خواهش مراجعت به سفارت قرقیزستان را ندارد. اولن سابق برقچی است. به مثل اکثریت در این وکزل بوده ها درباره آنکه چگونه در کوچه مانده است نقل کردن نمیخواهد. بیشتری ها از آن بیم دارند که نزدیکانشان در وطن آنها را میشناسند. قرقیزستانی ها گاه مخصوص به سراغ پیوندانشان به وکزل می آیند. روزی به من عکسی را در تلفن نشان داده پرسیدند که آیا من او را میشناسم. گفتم او را میدانم و آنها را به مغازه پرستول، جایی که مشروبات میفروشند، بردم. وقتی پیدا نکردیم به کراسنوسلسک رفتیم که از پیشمان پیدا شد. او را زود به تاکسی سوار کرده بردم. راهروبها و باغبانها، به خصوص آنهایی که از قرقیزستان آمدند، نسبت به افراد بی خانمان رحمشان می آید. بیشتر قرقیزها در اینجا میزده می شوند. ما گاها با آنها صحبت می کنیم. برایمان زندگیشان را قصه می کنند. هر قدری از دستمون می آید به آنها کمک می رسانیم. در خنکی ها لباس و پایافزال می دیم. اما به همه یاری رسانیدن امکان ناپذیر است. به نقل اصیل به نزد او قرقیزهایی میآیند که افراد نزدیکشان را جستجو دارند. بعضا این جستجوها خوش می انجامند، اما گاهی هیچ کس به سراغ آدمان بی خانمان نمی آید. میدانید در اینجا یک زن با کودک خردسالش زندگی میکرد. تقریبا 1.5-2 سال در همین جا میزیست، ولی بعد ناپدید شد. نمیدانیم که با او چی شد و چی رخ داد و کجا شد. مسئولان سفارت قرقیزستان درباره شخصان بسرپناه مانده در وکزل‌های روسیه خبر دارند. آنها اطمینان می‌دهند که آمادند به این قرقیزستانی‌ها برای تهیه حجت‌هایشان یاری رسانند. تهیه حجت‌ها دشوار نیست. اگر نفری خواهش بازگشتن به قرقیزستان را داشته باشد، برایش سند 1 ماهه داده می‌شود. ما همچنین می‌توانیم شناسنامه بدیم. برای این آمدن به سفارت و پیشنهاد شهادتنامه تولد لازم است. اگر شهادتنامه نداشته باشد، ما نام این شهروند را توسط بایگانی پیدا کرده برایش سند می‌دهیم. ولی مسئولان سفارت شماره قرقیزستانی‌های بی خانمان در روسیه را ندارند.
زیرا شعبه مهاجرت چنین آمار را ترتیب نداده است. برمیگردیم به تاجیکستان. پاندمیای کووید 19 اقتصاد سراسر جهان را در وضع دشوار قرار داده تا حتی باعث کاهش کشت پخته در تاجیکستان شد. ولی همکاران ما که در پخته‌زار ختلان بودند میگویند کمچین شدن پخته سبب بالا رفتن نرخ آن گردید، زیرا نقاب یکی از وسیله‌های مبارزه با کرونا ویروس باقی میماند. خواجگی‌های دهقانی که حاصل پخته را جمع‌آوری می‌کنند از حاصل فراوان و بالاروی ارزش آن در بازار خبر می‌دهند. امسال برای 1 کیلوگرم پخته که از صحرا جمع‌آوری می‌شود به پخته‌چین‌ها از 70 تا 90 درم و در بعضی شرکت‌ها 1 سومانی می‌دادند. مقدس اسرائیل و زن 50 ساله از پخته‌چین‌های سابقه‌دار در ناحیه جلال‌الدین بلخی از ساعت 6 صبح به صحرا می‌آید. حاصل فراوان پخته و ارزش برای جمع‌آوری‌اش او را نیز خوشحال کرده است که چند عضو دیگری خانواده‌اش را جلب کند. نظر به سال دیگه پونه 70 بود، این سال 90 درم است. خشرو 5 روزه کرده میتمون. دور این 100% این انیگه پخته را داشتگی شبیه 100% پخته. تو 90 کیلویی میچنیم، بعد او 60-80 میچینیم اوشم. تو در 100% پخته. شماره پخته‌چین‌ها ظاهراً در پخته‌زار بیشتر شده است. در میان آنها مثل گلبهار بالتایوا زنانی بازنشسته هستند. کشاورزان کار پخته را از بهار آغاز میکنند. زحمتی که میکشند در وقت چیندن پخته جبران میشود. از حساب بالا رفتن نرخ پخته و حق چینکچی‌ها که تا 90 درم 1 سومون با چینکچی‌ها میدهند، هوسمندی زیاد گشته است و مردم بسیارتر به پخته‌چینی برآمده ایستادند. کارشناسان کشاورزی میگویند که یک عامل بالا رفتن پخته کرونا ویروس است که کشتش کمتر شده است. سبب قیمت‌چینی پخته این در مقیاس نه اینکه از جمهوری ما نه، در مقیاس جهان عموما کشت پخته از سبب همین کسلی کووید 19 که به ترقیات تاثیر رسانده، عموما در ساحه پخته‌کاری هم تاثیر رسانده. برای همین کشت پخته نظر به سالهای گذشته کم شدگی. در ختلان 1221 هکتار پخته کش شده است که نظر به سال گذشته 175 هکتار کم بوده است. خواجگی‌های دهقانی میگوید که آنها در فروش پخته آزاد هستند و شرکت‌هایی که به آنها پول نقد میدهند پخته را میدادند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. دانشمندان در برزیلیا نمودی نوی دینозاوری را پیدا کردند که تا حال به علم معلوم نبود. مخلوق عظیم جثه در این کشور 10 میلیون سال پیش سکون داشته است. جانور چند متر بوده است و قد و قامت و صورت آن را نیز معلوم کردند. ابلو اشورف گزارش می‌دهد. پالیونتولوژهای برزیلیا نوعی دینозاوری گوشتخوار را پیدا کردند که 70 میلیون سال پیش در این سرزمین سکونت داشتند. آن را کوروپی ایتاتا نامیدند که اسم یک مخلوق افسانوی هندوهای گوارانی در برزیل است. دینозاور از صنف ابلیزاوریدها بوده، 2 پای و دوم بسیار قوی و 2 پنجه کوتاه داشته است. این جانوران گاهی تا 5 متر دراز می شدند و ظاهراً خوب می دویدند. دانشمندان استخوان‌های کوروپی ایتاتا را در محل مونته آلتو در ایالت سان پائولو یافتند که استخوان‌های دینозاورها آنجا زیاد یافت می‌شوند. دانشمندان ستون مهره و استخوان کاس دینозاور را یافتند و جستجوی بقیه بدن آن ادامه دارد. اولین پارچه‌های استخوان این جانور را سال 2002 پیدا کرده بودند. حالا جسمی پلاستیکی و استخوان‌های آن را در آثارخانه محلی می‌گذارند. و لارس ویلسک رسام و مؤلف کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم روز 3 اکتبر در صدمه نقلیاتی در جنوب شویتزیا جان باخت. پلیس محلی گفت ماشینی که ویلسک در آن بود به ماشین بار زده است. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، فرصتی برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای بیشتر در رادیو آزادی است. در وبسایتش میتونید تماشا کنید. فردا شما را با خبرهای بیشتر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.